اهل خب معتقدن که این ساز در واقع پیشینه این ساز به ازل برمیگرده. کلامایی که ما میکنیم از دهن بزرگان یارستان بودیم آمده، مثل از دوره داود خودشون نوازنده بوده و مقام خانه بوده. خودم آواز میگن که این سازی که موقعی نواخته میشه یار از غیر یار تفکیک داده میشه. اگه تنبور ناشه منم بلد نیستم اون احساسات درونیم یا اون علاقه‌ای که به آیینم دارم بتونم اجرا بکنم.